ده‌ها نفر امروز برای گسیل نخستین گروه زایران تاجیک به فرودگاه بین المللی دوشنبه آمدند. طبق نقشه از اول قرار بود زایران تاجیک روز 25 ایول به سفر برآیند، ولی در آخر تغییرات وارد شد و تصمیم شد که آنها 3 روز قبل یعنی امروز پرواز کنند. نخستین گروه زایران تاجیک در فرودگاه دوشنبه منتظر پرواز به عربستان سعودی. گروه 160 نفره زایران صبح 22 ایول و برخی هم بعد از 20 سال انتظاری برای ادای مراسم حج به جده سفر کردند. زایران را مقامات رسمی و همسفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گسیل کردند. یک گروه کوری کمیته دین تنظیمیان جشن مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هفته قبل برای اجرای آمادگی ها برای استقبال سزاوار حاجیان به عربستان سعودی سفر کرده است و این گروه زایران که امشب سفر خواهند داشت در فرودگاه بین المللی جده عربستان سعودی استقبال می‌شود. نرخ امساله زیارت حج 35128 سومانی معادل 3700 دلاری آمریکایی معین شده است. حکیم محمد رجب ساکن دوشنبه میگوید 20 سال این روز را انتظار بود. پیشتر در آچر بودیم، همین سال آچری ما خداوند تعالی توریش آورد، من موفق شدیم که به خانه خدا بریم. کتابچه از یاد کردگی هم من راه بلد همش برای ما نشان دادگی مدت 2 ماه میشه و ما 1 ماه زاید میشه میخوانیم هر روز شنبه و بازار همه را خود کردگی همه دعاشه با در حق همین مردم تاجیکستان اولین بار دعا میکنیم. بیشتر از همه چیش جالبه برای شما اونجا؟ بیشتر ای همش همو طواف گرد خانه که بهترین ای همه. مابور شریپوف امسال باری دوم است که به حیث رهبر به عربستان سعودی سفر میکند. او میگوید به حاجیان 2 ماه ترتیب و قاعده های حج را یاد دادند. مکیت همون صورت خانه کعبه را ما با یعنی تشکیل کردیم، گردی او دور میزدن، طواف میکردن. بار اول که میروند در هیجان بودن که ما در قدر آدم بسیار مثال میگیریم چی طور ما مثال راه گم نمیکنیم یا که افعالا را بجا میاریم و طبق دستوری که برای اونها لباس ها دادن، همون لباس های مخصوص اونها را دوختن، مثال همونها را دیدن گفتیم که همین لباس که همراه شما باشه ان شاء الله گم نمیشه. در مجموع امسال از تاجیکستان حدود 6000 نفر به حج می روند. قرار است پرواز زایران تا اوایل ماه اوگوست از طریق دوشنبه، سوخت و کلوب ادامه کند. برای بسیاری از زایران تاجیک سفری حج در سالهای اخیر پس از انجام یگان کاری خیر از جمله کمک به یتیمان یا خانواده‌های نیازمند و یا ساختمان پل و راه دست می‌دهد. در ضمن امسال با تصویب یک قانون در تاجیکستان پرداخت خراج برای هر داوطلب زیارت حج فرضی و عمره حتمی شد.